إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بار الها حق را بر ما حق نشان بده و پیروی کردن از حق را به هر یکی ما میسر بگردان و باطل را بر هر یکی ما باطل نشان بده و دور شدن از باطل را بر هر یکی ما نصیب گردان. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله ذوالجلال می‌فرماید بس بترسید روزی را که به سوی الله بازگردانده می‌شوید. بعد از آن هر انسان هر عملی که در دنیا انجام داده بود پاداش و مکافاتش میگیرد و آنها در روز قیامت ظلم کرده نمیشوند. الله مهربان درباره صبر، در باب صبر چقدر در قرآن آیات ها نازل کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. این انسان هایی که در دنیا در آزار و اذیت و سختی و رنج مشقت ها صبر میکردند، در اون وزبینی و مشکلی که در سرشون می آمد صبر میکردند، الله تعالی میگه پاداش داده میشوند، مکافات داده میشوند در جنت. خانه های جنت، قصرهای جنت را با آن عملهایی که در برابر اون وزبینی و سختی ها صبر کردند. و از جانب ملائکه های الله، از جانب اهل جنت سلام شنیده میشد، یعنی سلام میشنوند، برای اونها سلام میگویند. بسم الله الرحمن الرحیم. والملائکة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. و ببینید که ملائکه های الله برای انسان هایی که در دنیا صبر کردند، در آزار و اذیت ها، از هر در جنت داخل جنت میشوند و برای آنها سلام میفرستند، سلام میگن، یعنی سلام میتیند بر آنها. به سبب چی؟ به سبب صبری که در دنیا انجام دادند، صبر کردند، به سبب همین صبرشان. و چه خوب جای است، یعنی عاقبت مؤمنان دار جنت. از این آیات ها و از این حدیث های نبوی میفهمیم که اهل علم صبر را به 3 قسم جدا کردند. گفتند صبر 3 قسم می شود. یکیش در برابر طاعت الله باید انسان صابر باشه، صبر بکنه. و دیگر این که در باره حرام های الله باید انسان صبر بکنه. و دیگر این که بر آن کارهایی که از جانب الله مقدر کرده شده است بر انسان، هر بلا و هر مصیبتی که بر بالای انسان می آید. و اون صبری که انسان در برابر عبادت الله باید انجام بتید، در برابر طاعت الله انجام بتید. مثلا میخواه که نماز بخونه اما قلبش نمیخواه، مثلا شیطان نمیمونش، وسوسش میکنه، نفسش ناراحت میشه، اما به خاطر رضای الله میآید چقدر راه دور مسجد عبادت الله انجام میتید، نماز میخونه. نفسش نمیخواه که در روزهای گرمی تابستان روزه بگیره، اما به خاطر رضای الله، به خاطری که امر فرمان الله است، روزه میگیره. این میشه صبر در برابر طاعت های الله. انسان زکات مالش باید بتیه، فرض است در گردن انسان. مقصد حساب میکنه چقدر پول و پیسه زیاد میشه، نفسش نمیمونه، اما به خاطری که امر الله است، به خاطری که باید رضای الله در بیابه، به خاطری که الله فرمانش داده، به خاطری که یعنی عبادت هست باید انجامش بتیه،
انجامش میتیا، این میشه صبر در برابر عبادت. انسان مثلا زن ستر برای اون فرض است، به خاطر رضای الله، به خاطر امر الله سترش به جا میاره، این میشه صبر در برابر طاعت الله. اما صبر در برابر محارم الله، در برابر حرام های الله، مثلا زنا چقدر در دنیا یعنی راحت داره برای انسان های زناکار، اما انسانی که قدرت به زنا داره به خاطر ترس الله زنا رو ترک میکنه. شراب چقدر یعنی لذت داره در نظر شراب نوشا که انسان عقلش میبره، انسان یعنی یک چند ساعت آرام میگیره به فکر خودشان، اما عرق، شراب اینها را ترک میکنه از نوشیدنش به خاطر رضای الله دریافتن. یکی پول ربا، سود، پروسنت میگیم، خوردنش چقدر راحت است که انسان چقدر پول کلانش ربا میتیا، هر ماه پول به درد میان میگیم آمدن میگیره، اما به خاطر رضای الله، به خاطر ترس الله ترکش میکنه. این میشه صبر در برابر مصیبت الله. یعنی هر گناهی که هر صبر در برابر معصیت الله، هر کاری که معصیت و گناه است اگرچند انسان فایده دنیوی هم به دست بیاره، مثل که قمار. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. الله پیغمبر گفت که ترا از عرق، شراب و از قمار میپرسند، بگو که در اونها چی گناه هست و اون فایده که شما به دست میارین از مقصد گناهش از اون فایدهش از دیده زیادتر است. انسان به خاطر رضای الله دریافتن ترکش میکنه، معصیت الله، گناهی که در الله گناه میشه، اون میشه صبر در برابر معصیت. اما سیم صبرش که در برابر تقدیرات و مقدرات، انسان وقتی که از جانب الله یک در تقدیر اون نوشته شده است، یک فرزندش از دنیا میگذره، مالش تلف میوه، میسوزد، یا که در جانش خطر میآید، در عمرش، در زندگیش، در زن و فرزندش، در هر امور دنیاش که مصیبت بالاش میآید، او انسان صبر میکنه. این میشه صبر در اقدار الله، در تقدیرات الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که حفت الجنة بالمکاره و حفت النار بالشهوات. جنت گفتند به مکروه ها پوشانده شده است و دوزخ به شهوات ها پوشانده شده است. مثلا یک انسان اگر عبادت بکنه، برای اون چقدر نفسش در ناراحتی حس میکنه، چقدر ناراحت خودش حس میکنه، اما با وجود این چی عبادت انجام میده. ببینید که مسجد، عبادتگاه، چقدر انسان میاد مسجد، اما برای یک کازینو، یک رستورانی که در اونجا شراب نوشی و عرق خوری است، در اونجا زیناکاری و جای قمار است، ببین هزار جوانها هستند. برای که یعنی دوزخ به شهوات ها پوشانده شده است. انسان ها نمیخواهند که مقصد از معصیت الله دست بکشند، اکثر انسان ها. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله میگه ای بنده‌ها، من شما را میسنجم به ترس دادن، به یک ذره کمترین ترس دادن و به کمترین از گرسنه ماندن، و مال شما را کم میکنم و نفس های شما را از بینتون میگیرم. مثلا زن یا فرزند یا برادر یا پدر یا مادر از شما میگیرم و از میوه های شما کم میکنم. و به پیغمبرش چی گفت؟ بشارت بده، خوشخبر بده به صبر کنندگان. خوشخبرته که همون هایی که وقتی که مصیبت، یک وزبینی و مشقت بر بالای اونها میرسه، میگن ما از جانب الله هستیم و بازگشت ما به سوی الله هست. میگه برای آنها، بر بالای آنها درود و رحمت الله و چی بر آنها نازل میشه و آنها از هدایت یافتگانند. ببینین الله درودش، رحمتش بر آنها میفرسته برای صبر کنندگان،
به خاطری که مصیبت بالاشون آمد روکانی و موکانی نکردند، با الله جنگ نکردند، سخنهای کفرآمیز نگفتند، گفتند ما از جانب الله هستیم، بازگشت ما به سوی الله هست. هر انسانی که یک مصیبت بالای وی میآید، نه اینکه فقط مصیبت مردن، یک مالش تلف می‌یابد، خانه‌اش میسوزه، یک دیگر یک امور زندگیش در یک مصیبت سخت میآید، میگه انا لله و انا الیه راجعون. همونها همین بشارت در داخل میشن. رسول اکرم علیه السلام گفتند هر انسانی را که یک مصیبت برسد از کسلی و از غیر کسل شدن، مگر اینکه الله به اون سبب گناهاش پاک میگردونه، چنانه که درخت برگوش میریزونه، گناهاش از تن همون بنده ریزونده میشه. دیگر حدیث در گفتن که ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى شوکت یشاکها الا کفر الله بها من خطایا. هر یک مصیبت، هر یک درد و رنج و مشقت و یعنی خستگی و غم و اندوه و درد رنج به انسان که میرسه، حتی یک خوری که خور در دستش میزنه، در بدنش میخله، خور به سبب همون الله گناهاش پاک میکنه، تازه میکنه از بدنش. فضیلت رو ببینین، اذیت انسان میکشه، الله گناهش میبخشه به خاطری که صبر میکنه. و دیگر حدیث در گفتن که عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس هذا لاحد الا للمؤمن. گفتن در کار مؤمن تعجب میکنم، حیران میشم که همه طرف برای وی خوبی است، یگون طرفی بدی نیست برای وی. اگر میگه اذا اصابته السراء شکر فکان خیر الله و ان اصابته الضراء صبر فکان خیر الله. اگر یک نعمت، مال، فرزند، دنیا، هر یک خوبی که برای او از جانب الله رسید، شکرانه الله میکنه، او را برای او خوبی است. یعنی از حدی که الله برای او قرار داده نمیگذره، تجاوز نمیکنه حد الله قرار داده گیره، شکرانه الله میکنه، نعمت ها را در برابر عبادت الله انجام میده، در معصیت و گناه نه، برای او خوب است. و اگر وقتی که یک مصیبت و درد و رنج و مشقت و یک بدبختی به او رسید، صبر میکنه و اینم برای اون خوب است. میگه اهل دوستای الله هر یک مصیبت به نعمت تبدیل دادن. مثلا بردن زندانشون کردن، در زندان چقدر مجلد و کتاب نوشتن، در زندان حافظای قرآن شدن، در زندان چقدر دعوت کردن، داخل زندان بودگی را چی کردن، مسلمان یعنی مشرف با اسلام شدنشون به سبب شدن. یعنی در هر یک مشقت و وازبینی که می آمدن همون را به نیکی تبدیل می دادن. این بود حالشان که برای اون نمی گفتن که ما در یک جای هستیم که دیگه دستمون از همه کار بسته. نه، الله در همه جا هر خیلی که هست حق عبادتش همون خیلی عبادت میکردن. و دیگر حدیث گفتن که المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر. گفتن مؤمن قوی، مؤمن با قوت، مؤمن پولدارتر، مؤمن یعنی جسورتر، بهتر است، بالاتر است در نزد الله از مؤمنی که ضعیف و نادار و یعنی ناتوان و ترسانچک است. و گفتن در همش به هر حال خوبی هست. گفتن که احرص علی ما ینفعک، هر چیزی که برای فایده تو است حریص باش، کوشش کن که به دست بیاری، هر چیزی که برای فایده انسان هست به شرطی که گناه نباشه. واستعن بالله ولا تعجز، از الله کمک طلب کن و ناامید نشو هرگز. نگو امروز کار انجام دادم نشه دیگه نمیشه، کوشش کن، میبینی که فردا همون کاری تو یعنی میشه جور میشه. و اگر گفتن که هر چیزی که به تو رسید نگو که اگر من همیشه نمیرفتم همین درد و همین بلا به من نمیرسید، اگر همین کارا نمیکردم همین مصیبت به من نمیرسید، این گپ نگو. ولکن قل قدر الله و ما شاء فعل، گو که تقدیر الله بوده است، الله هر چیزی که بخواه یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید، الله هر چیزی که بخواه انجام میده، حکم میکنه هر چیزی که ارادهش رفته باشه. اون حکم او ده هیچ کس یعنی پادشاهی کرده امر داده نمیتونه، پادشاه خودش است الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهدی قلبه والله بكل شیء علیم. هر یک مصیبتی که انسان به میرسه مگر چی به اراده الله است، در اراده الله رفتگی است. انسان او را میبینه، انسان او را صبر میکنه، الله به سبب صبر او گناهاش میبخشه و در درجه های بالای جنت برای اونها چی نعمت ها و
дараҷаҳо ато мекунад. бубинем ки аллоҳи зулҷалол тамоми пайғамбарора яъне сабр доштан дар Қуръон барои мо зикр кард. ҳазрати Айюб алайҳиссалом гуфт инна ваҷаднаҳу собиро ниъмал абд. гуфтан беҳтарин банда ки буд ҳазрати Айюб буд. ва ҳазрати Юсуф алайҳиссалом гуфтан фасабрун ҷамил. ҳазрати Яъқуб алайҳиссалом гуфтан ки фасабрун ҷамил. ҳазрати Юсуф алайҳиссалом дар дохили зиндон барои сабр яъне гуфтан ки ман сабр мекунам. ҳар як пайғамбаре ки ҳазрати Исмоил алайҳиссалом вақте ки падараш хост ки ӯро ба қурбонгоҳ бара, гуфт ки қола я абати фаъал ма туъмару сатаҷидуни иншааллоҳу минассобирин. гуфт эй падар, ҳар чизе ки Аллоҳ ба ту амр кардааст анҷом бите. олон ки қатлш мекунам, аммо қурбонӣ ба хотири ризои Аллоҳ аст. гуфт ки анҷом бите, мара зуд аст ки аз сабркунандаҳо меёбӣ. ба ҳамин хотир дар дунё ҳамеша бояд собир бошем. ҳар як озору азияту мусибату дарду ранҷе ки болои инсонда меояд, бояд инсон сабр кунад. ва сабрам дар ду ҳолат барои инсон беҳтар аст ки Аллоҳ дар Қуръон зикр кард. бисмиллаҳир раҳмонир раҳим вастаину биссабри вассалах. ба сабр аз Аллоҳ кӯмак биҷӯен ва дар намоз. беҳтарин ҳолате ки инсон метавонад ки сабр бикунад дар ҳолати намоз беста. агар машаққат болош омад, вазбинӣ болош омад, ният кунад ду ракат намоз бихона, Аллоҳ ҳамин қадар дар дилш дар қалбш оромӣ ато мекунад, нозил мекунад, ӯ инсона роҳат мешавад. инсонае ки сабр накардан дар мусибатҳо, рафтан худшона банда гирифтан, дор кашидан, рафтан аз болои хона худшона поён партохтан, рафтан худшона оташ задан, рафтан худшона дар об партохтан. ки зарар дид? магар Аллоҳ зарар дид? магар дига инсонҳо зарар диданд? ҳеҷ кас зарар надид, худш зарар дид. ба хотире ки ҳамун наздиктарин дӯстут боша, аз ҳама зудтарин фурсат ки банда фаромӯш меша баъди мурданаш, ҳамин инсон аст ки вақте ки мемрӣ болои қабр мебаранд, уҷа тара дафн кардесен, як қисм иҷа суҳбат карда хандидестен. яъне зудтарин фурсат дар фикри мардум меравӣ. ба ҳамин хотир инсоне ки яъне сабр намекуна, мега инсон агар фикр куна ки Аллоҳ ӯра ёрдам намекуна, ба қазои Аллоҳ розӣ намеша, неъматҳои Аллоҳда шукрона намекуна, мусибатҳои Аллоҳда сабр намекуна, аз замини осмони Аллоҳ буромада бирава як худои дигар ихтиёр куна. магар метавона? наметавона ҳеҷ ҷо буромада рафта. ёки бисмиллаҳир раҳмонир раҳим من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هر انسانی که فکر میکنه که الله او را کمک نمیکنه، الله او را ندیدسته، الله به داد او نمیرسه، الله فریاد او را نمیشنوه، یک بنده بگیره در بالای خانه خودش دور بکشه، پس ببینه که اون کاری که کرد به چه انجامه. انسان باید در هر حالت صبر کنه. در مصیبت انسان صابر باشه. صبر که انسان به درجه های انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله میگه بیشک میگه هر انسانی که از الله بترسه و صبر کنه، الله اجر و پاداش و مکافات صبر کننده ها را چی هیچ وقت ضایع نمیکنه. الله میگه که صبر برای خاطر صبرشان اجر و پاداششان چی دو بار میگیرند در نزد الله. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیشک میگه صبر کننده ها اجرشون و پاداش مکافاتشون به حساب میگیرند در نزد الله. شما ببینید چقدر فضیلت داره صبر. کوشش بکنیم همیشه در طاعت الله صابر باشیم، چی در معصیت الله صابر باشیم که به معصیت گناه نریم، با وجودی که شیرین است، با وجودی که لذت داره، با وجودی که راحتش بسیار در این دنیا به نظر انسان ها. باز بالا اینکه رفت در انسان که مصیبت اومد باید صابر باشه. مصیبتی که از جانب الله اومد، مثلا از فرزند و زن و در دینش و در مالش و در جسدش که وضع اومد، مشقت اومد، باید صابر باشه تا اینکه همون وعده هایی که الله داده است پاداش و مکافات نائل شود. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.